انا لله و انا الیه راجعون. تسلیت افغانستان. همونطور که میدونین روز گذشته تعداد زیادی از هموطنانمون که بسیاریشون هم کودک بودن طبق قوانین بین المللی به شهادت رسیدن توسط نظم سیاسی که در 45 سال گذشته در همسایگی ما همیشه داد از آرمان مشترک امت اسلامی میزده و خودش ام القرای دنیای اسلام میدونه، ولی تو طول این 45 سال نشون داده که در کشتن مسلمانان هیچ موقع دستش روی ماشه نمیلرزه و فعلا هم در حال حاضر کاری از دست ما بر نمیاد جز عزاداری. همونطور که عزادار عزیزانمون در اردوگاه سنگ سفید بودیم، در رودخانه هریرود بودیم، ولی این دفعه باید یک تفاوتی داشته باشه. زمانی که از این غم رد شدیم، از این عزاداری سوگواری رد شدیم، باید بشینیم تفکر کنیم که جای واقعی قرآن کجا باید باشه. قرآن در دل ما باید باشه یا سر نیزه؟ این نظم سیاسی هر زمانی که این کارو میکنه سریعا قرآن رو سر نیزه میکنه و پشتش پنهان میشه و چند وقت بعدش هم سربازا نیروهاشو برای جنگای نیابتیش فراهم میکنه. از بین همین ما مردمی که قرآن در دلمونه، از جنگ آذربایجان بگیرید تا جنگ بوسنی و هرزگوین تا جنگ سوریه و الان جدیداً لبنان، باید یک بار بشینیم یک گفتگویی را بندازیم که قرآن واقعا باید کجا باشه. اگر کسی قرآن در درون دلش نیست و سر نیزه است، ما را راه آنها را راه. امیدوارم که اینو یک وارد سیاست نکنید این بحثو. این یک ماتم ملی است و هر کسی هر جوری که میتونه واکنش نشون میده نسبت بهش. من فکر میکنم که کاری به جز عزاداری و بعدش گفتگو سر پیدا کردن ریشه این مشکل، کار دیگه ای فعلا از دستمون بر نمیاد. بازم تسلیت میگم، ما رو در غم خودتون شریک بدونین. نمیدونم واقعا. تسلیت.